راز موفقیت چیه؟ جوابش رو فقط توی این کتاب میشه پیدا کرد. باشگاه 5 صبحیا، کریستیانو رونالدو، جف بزوس، کوبی برایانت، بیل گیت و حتی همین آیسان اسلامی خودمون، همه اینا از سیستم و قوانین این کتاب پیروی میکنن. رابین شارما نویسنده این کتاب ادعا میکنه که تنها راه موفقیت یعنی پیاده کردن سیستم این کتاب در زندگیه. این کتاب یه برنامه یا روتین صبحگاهی رو بهمون معرفی میکنه که تمام آدمای موفق و تاریخ ساز ازش استفاده میکنن. تو این ویدیو قرار 4 بخش اصلی این کتاب و سیستمی که آموزش میده رو بررسی کنیم. بخش اول، فرمول 3 مرحله‌ای. مرحله اول، یادگیری. یادگیری یعنی مغزت رو در معرض چیزای با ارزش بذاری. چیزایی که کیفیت فکر تو رو بهتر کنه. مثل چی؟ مثل مطالعه، مشاهده آدمایی که بهتر از تو کار میکنن، تحلیل، تمرین ذهنی. مرحله دوم، اجرا. تو این مرحله 90% مردم تسلیم میشن چون یادگیری راحت‌تر از عمل کردنه. تو باید چیزایی که یاد گرفتی رو تبدیل کنی به واقعیت. چیزایی مثل کتاب، پادکست، دوره، اینا اگه وارد عمل نشن اثر ندارن. مرحله سوم، نتیجه. بعد از انجام 2 مرحله قبلی میبینی که زندگی داره از حالت تصادفی به حالت قابل پیش بینی تبدیل میشه. انرژیت بیشتر میشه، تمرکزت بیشتر میشه و اعتماد به نفست واقعی تر میشه. اینجاست که دستاوردا مثل سایه دنبالت میان. یادت باشه، موفقیت یه اتفاق نیست، یه فراینده. تمام آدمای موفق و تاریخ ساز روی 4 زمینه تمرکز میکنن. 1. شخصیت و مهارت‌های فردی. تو قبل از اینکه دنیا رو بسازی، باید خودت رو بسازی. یعنی منظم بشی، کنترل ذهنی داشته باشی، قدرت تصمیم گیری و انرژی جسمی و روحی تو تقویت کنی. 2. رهایی از حواس پرتی. تو دنیای امروز همه چیز میخواد تمرکز ما رو ازمون بگیره، مثل موبایل، فضای مجازی، مدیا. تمرکز عمیق یه قدرت کمیابه. ما ظرفیت ذهنی محدودی داریم. هر چقدر توجهمون رو بدیم به چیزایی مثل اخبار، فضای مجازی و اسکرول کردن، بخشی از تمرکزمون رو روی هر کدوم از اینها جا میذاریم. تعجبی نداره که بیشتر روز رو دیگه نمیتونیم روی مسائل مهم تمرکز کنیم. برای خلق کارای با ارزش باید یاد بگیری دور خودت یک حباب تمرکز بسازی. 3. تسلط. وقتی یه کار درست رو بارها و بارها تکرار میکنی، اون کار از فکر کردن میره به غریزه. آدما اسم این رو میذارن استعداد، ولی واقعیت این موضوع فقط تکرار هوشمندانه است. یاد بگیر، اجرا کن، تکرار کن. این کار ساده است ولی نتیجه باور نکردنی داره. 4. روابط. هیچ نابغه‌ای تنها جلو نرفته. محیط و آدمایی که دور تو هستن یا باعث رشد میشن یا باعث سقوط. آدمای موفق روابطی دارن که بهشون انرژی، فرصت و رشد میده. حالا چرا این کتاب انقدر به 5 صبح بیدار شدن اشاره میکنه؟ رابین شارما اسمشو گذاشته راز نبوغ صبحگاهی. ساعت 5 صبح نقطه‌ایه که ذهن انسان به قدرتمندترین و خلاقترین حالتش میرسه. چون در این ساعت ترشح هورمون کورتیزول که هورمون استرسه کمتره و ترشح دوپامین بیشتره. اطلاعات جدید به مغز هجوم نمیارن و همین باعث میشه که آرامش و سکوت توی این ساعت بیشتر بشه. پس ذهن تو توی این ساعت مثل یه زمین خالیه. هرچی توش بکاری همون تبدیل میشه به ذهنیتت. تو مرحله بعدی باید سحرخیزی رو تبدیل به یه عادت موندگار کنیم. ساختن یه عادت جدید 66 روز طول میکشه و این 66 روز 3 مرحله داره. مرحله اول جنگ. 22 روز اول مغز ما تو این مدت به شدت مقاومت میکنه، ولی ما باید تحت هر شرایطی خودمون رو مجبور به انجام اون کار کنیم. این کار مثل هل دادن ماشین خاموش میمونه، سخت و انرژی بره. مرحله دوم پذیرش. از روز 23 مغزمون کم کم داره باش کنار میاد، اما هنوز رو حالت خودکار نیست. مثل رانندگی تو جاده خاکی میمونه. هنوز ناهمواره اما قابل عبوره. مرحله سوم خودکار شدن.
روز 45 تا 66. اینجا مغزمون کلاً پذیرفته و این کار تبدیل به یه عادت خودکار شده، یعنی بدون فکر کردن دیگه انجامش میدی. مثل مسواک زدن میمونه. دیگه حتی بهش فکرم نمی کنیم. حالا که همه این مراحل رو یاد گرفتی، باید بدونی که چطور اونا رو در طول روز اجرایی کنی. اینجا میرسیم به فرمول 20-20-20. این فرمول مثل یه نقشه گنجیه که یه ساعت اول روز تو به قدرتمندترین ساعت روزت تبدیل میکنه. این فرمول 1 ساعت اول روزت به 3 بخش 20 دقیقه‌ای تبدیل میکنه. 20 دقیقه اول حرکت. چیزایی مثل حرکات کششی، نرمش سبک یا پیاده روی. البته من خودم از طناب زدن استفاده میکنم. این کار پمپاژ خون رو قوی‌تر میکنه و باعث میشه جریان خون به مغز 35% بیشتر بشه و هورمون‌هایی مثل اندروفین و سروتونین رو افزایش میده. اینجوری در طول روز مغز آروم و متمرکزتری داری. 20 دقیقه دوم نوشتن کارهایی که در طول روز باید انجام بدی رو یادداشت کن و بعد اونا رو اولویت بندی کن. این کار باعث میشه یه نقشه ذهنی واضح از روزت داشته باشی و دیگه سردرگم نشی. 20 دقیقه سوم یادگیری. کارهایی مثل مطالعه کردن، دیدن ویدیوهای آموزشی که سیو کرده بودی و ولی هیچ وقت بهشون سری نزدی یا تمرین کردن یه مهارت جدید. ولی یه نکته وجود داره. حتما با خودتون فکر میکنید که 20 دقیقه واسه این کارا خیلی کمه، درسته؟ واقعا هم همینه. ولی برای اینکه مغزتون به این شرایط جدید عادت کنه، باید با قدم کوچیک پیش بری. بعد از گذروندن اون 66 روز، وقتی مغزتون به این شرایط عادت کرد، میتونید مدت زمان این کارا رو افزایش بدید. اگه دوست دارید بدونید خوابتون رو نسبت به این برنامه روزانه چطور باید تنظیم کنید یا اینکه سیستم خواب چطور کار میکنه، هدفتون بدید دیدن این ویدیو باشه.